آقا ما یه رفیق داشتیم که هر شب مست میرفت خونشون. یه مادر پیرم داشت که کلی از دست این رفیق ما هرس میخورد. یه روز مادرش منو کشید کنار، گفت من هر چی بهش میگم حرف منو نمیخونه. تو مگه رفیقش نیستی؟ برو باهاش حرف بزن، بهش بگو دیگه اون زهرماری رو نخوره. حالا جالب اینجا بود رفیق هر شب میومد با خودم میشست میخورد. بگذاریم، این حرف مادرش منو برد تو 3 سال قبل، وقتی که همین رفیقم عاشق یه دختری شد. اینم بگم این رفیقی که دارم ازش حرف میزنم خیلی پسر با غیرت و کاری بود، ولی چون پدرش معتاد بود تفلکی از پس مخارج بر نمی اومد، خیلی تحت فشار بود. دختره هم که وضع زندگیشو میبینه ولش میکنه و میره. رفیقم دیگه تحمل اون شکست رو نداشت، میخواست خودکشی کنه. کلی باهاش حرف زدم تا منصرف شد. بعد از اون هر شب یه بطری عرق میگرفت میومد پیش من که بشینیم بخوریم. منی که عرق خور نبودم باش میشستم میخوردم. یادش بخیر اوایل چقدر حالم بد میشد. کل اینا تو چند ثانیه وقتی مادرش پیشم بود اومد تو ذهنم. گفتم چشم مادر جان، بهش میگم. شب شد، سر کوچه منتظر بودم که رفیق از سر کار برگرده که بهش بگم اینقدر مادرتو حرص نده پسر، ولی نیومد. فقط 19 سالش بود و خودش از بالای پل هوایی انداخته بود پایین، چون خبر ازدواج عشقشو شنید.